ده دوستی شرایط خیلی راه بیزه با مقصد حاضر طلبه مکتب رفتن نمیتونه 8 سال 1999 تا برف چه دیگه ماشین نمیشه شد نمیرم مقصد نه یکم ماشین 500 سومستی میگم من نمیام نه خیلی غلطی لگالتا میریم تو دستگاه پرزیدنت هم عریضه کردیم عریضه هم من در پاکت تنگیم پر بود بودن دیگه نآوردن شد میا خبر میگیرم میبینم میروانی چی نمیگم مثلا اینجا اگه جامو رو جمع میکنی زلو هم قمیش زندگی چه به سوید اینو کشته به سوید زندگی میکنی مشکلات همین سوید نداریم راه نداریم 23 سال نام نسب شما چیه که؟ نسب من صدیرو خیردین خب چند سال شد که در همین دهه زندگی داری؟ من 12-13 سال شد 12-13 سال شد که همین راه با میرمی؟ چه خیلی است همین شرایط چه خیلی است در اینجا؟ شرایط خیلی راه بیزه با مقصد حاضر طلبه مکتب رفتن نمیتونه خب در همین 13 سال مردم چه خیلی مثلا فرزندان شما با تحصیل فرا گرفته هستند که با مکتب میروند همین راهی که ما رفته ایستادیم ببینید که ماشین نرفت یعنی که ماشین دیگر سفر کردن نتوانید شما چه خیلی میرین حضور میبینید ما پیاده میریم مقصد یگون کسلی شود یگون تراکتور خط میبریم اگر این طرح لوی باشه اگر لوی باشه تراکتور از کجا میآورید تراکتور قشلاق اون بچه‌ها هستن زنگ میزنیم میرن آها کودکاتون کدوم مکتب دا میخونن مکتب این سیم عدلین یکو همین راه لوی دا میروند میبینن شما یگون مراجعت کردید به مقامات محل مراجعت نمیشه چی مراجعت کردین چی گفتن نمیشه نمیشود شما بغیر از راه باز چی مشکل دارید خواهی برهم که به سوید زندگی میکنی چی خیلی به سوید مثلا شما تلویزیون تماشا نمیکنید اینترنت یگون شنید چند سال شد 13 سال شد قریب 13 سال شد که سوید نداره نه بعضا معلوماتو 23 سال میگن 23 سال چه نه که مقصد یکم همون معلم اومدنگی به او 25-26 سال شده میشه خب وقتی خونه او را او در اون شش تا مقصد او اومد در اینجا ما بعد او اومده مقصد بعد خونه ما را گرفت از کجا اومدین شما اینه قشلاق پایانه کو لب دریو دوستی قشلاق دوستی نوحه کشانیان یعنی که اونجا آب شوش بعدا شما را این زمین را کی داد این زمین را همین رئیس یعنی چی داد رئیس نوحه کشانیان مقصد بود که جایی ما قشلاق میکنم سال با اوی دریو که با چند سال بعد گذشت با اوی دریو با شستن از سر کرد مقصد دیگه اینجا ندادن همون قریبه قشلاق دادن باقی مونده باشن این قشلاق این همی 5 رد ایس بود 5 تا ایوس بود این کوچه رفتگی تا اونم جنگل همی را او قطعی اول مچید مونه گریف همی مچیدی همی خلقه بعد ای مچید در قشلاق سر کرد این همی این تویمی جراوم هست این همی سره آخی ای میگم که ای 99 همتری بود این همو بعد ایو بعد دیگه این شیشتن گریف آخی این مردم ایال او کنده سان خونه ها را میگم نمون پایوننده اونجا مزارا بود این اینجا سره دیگه بود نمی سره دم شلاقه همه شا خونه هاش و کندم بودن ایس او زده ایس انا همو سال ایسا همی حال مو همی اینا همی ده همی قشلاق همی قشلاق اوسا 8 هکتار زمین بود 8 هکتار زمین بود این جای خونه ها ای با ای پایون او پختش میکردن همیرا همین 8 هکتار زمین قریبی نه 6 هکتار زمین نه جای خونه ها همین همه شاه 6 بود آخی این همین موندگیش این همین 3 خونه که ایس مونده است تمام 6 خونه مونده است یا نه 3 تا یا 6
در او پرای او بود مچید اینجا خونه ها بودن همون مچید ایسه 4 خونه بود تا میره اینه اینه میگه 4 خونه بود بعد محله بود هم تمی رفت با اون خونه های پایونه در یک شب حساب کردیم 90 متر چپا کرد اینه میره حساب کردیم خودمو همون سالی 99 بود و 2000 بود هم قطعه گرفت که در یک شب حساب کردیم 99 متر چپا کرد ما اونجا خونه بچه هم اکیم بود باور که اسپید کردیم اینمی تخته را میکنیم اوسو میپرتیم دیوالا چپا منه شب همی کارو کردیم آدینه وستن آبا این دهه چی نام دارن؟ دهه دوستی خب چند سال شد که در اینجا زندگی دارین؟ ای سال 1999 همینجا چی مشکلات دارین در این دهه؟ مشکلات همین سوید نداریم راه نداریم خب باید جای اینا که کسال بیمور عذاب زندگی قطع نمیدونیم چه خیلی بود اینا دامی حالت نه یکان ماشین 500 سمستی میگه من نمیام دور هلوی نمیرم بعدا مراجعت کردیم یا بودیم؟ با همه مقامات مراجعت تا دستگاه پرزیدنت هم عریضه کردیم عریضه ها من در پاکت تنگیم پر بود بودن دیگه نوردن شد مشکلات چی هست که شما محسوس در همین دهه اومده زندگی کردین؟ مشکل خونه آقای دایره شوش بود کدام دریا؟ دایره بخش این کدام سال بود؟ سال 99؟ سال 97 بعدا انیختر سال 99 کی همی زمین رو شما را داشت؟ زمین رو در رایستوی اینمی جماعت ای چی شید کسی دارم جواردم تنجر قشلاق منیم و راحت و ساز منیم اینجا بونگوی تیبی راست منیم مکتب همه میشوم اینجا اومدم من خودم تا 16 سال زندگی کنم بعدی همسایه هم اولی چند همسایه دارین؟ 2 کسان 2 همسایه دارین؟ همگی 3 خونه است و 5 اویله؟ 5 اویله من 3 خونه بعدا بیسوی چه شب و روز میکنید؟ خیلی عذاب قطعی چخیل و عذاب قطعی کودکاتون راهی در روز مثلا چخیل درس میروند؟ اینا با چند صیف اینو میخونن 3 روزی نمیتونم مکتب ایسوری راه دور راه لویای میرم میگه با او سر لباس دادن مکتب چخیل میترو میگه یکان بیمار یا که بیمار شد چخیل میرویم داریم مطمئنا این میگون پرر کلن کساش کو بایا عذاب با خش توال بود التماس امرده باید طریق قشلاق قطعی اومد بایا عذاب بود من رست چیدم اینجا دیگر رفتن نتوانید تلاش کن ماشین تلا کن بعد گاش برا نه کلن من ندارو کل دادم اون داخل چشم بودم شما ای فرزندان دخترها دنیا نه که تحصیل میکنن دخترها مکتب نخوندن دخترچه داشتم هر چه توی کامی نخونه داشتن مکتب نخوندن برای میرخ نمودم شو رفتم یعنی که به مکتب گوشیل کرده 23 سال دشوار اصلا دشوار علا دشوار نیسته ایا که گپ زنم میگم ما نه ما مکتب دیدیم نه بازی قدی کوچه را دیدیم نه دگونه را دیدیم تا همین چول کلون شدیم همین تا توی مکای برمادیم برفتیم کلون نه گپ گم میگم جمع توکایت میستم من اینجا خیلی نه زندگی کنی نه من استویت چه میستم نه باشه نمیستم زندگی چه خیز دارده هم؟ زندگی چه به سوید اینیم تشته نام نصب شما چی هست؟ نامتون چی هست؟ گلنگار خدای داده گلنگار چند سال شد که در اینجا زندگی دارین؟ ما 8 سال شید 8 سال شد؟ از کجا آمدین؟ ما قشلاق خونم آورده اینجا آمدیم کدام قشلاق؟ این همین قشلاق ده 8 سال شد که سوید ندارین؟ سوید نداریم ما تلوی نمیشه دخت رفته نمیتونیم رفته اینه کسر شده اینجا ختم کل می نکردم نمیتونیم که بریم بالنسته چند سال شد؟ 8 سال شد به سوید نداره اینه همسایه هم یا 22 سال 23 سال سوید نداره ما همین خونه هم آورده دیگه اومده ما همینجا به سوید ایستادیم نه یا 2 سال 3 سال شد همیو را گرفتیم همیو دا استفاده میبریم خیلی کمی چراغا هم گیرونه تا پیلتای ترین مونده نمیشه فقط پیشی پا ما روشنی میبینیم یکان بیمار شود چه خیل مثلا با بیمار خونه میروید؟ نقل یافتن مشکل است در دهه مشکله بیمار شه موقع نمیشه رفتن میستیم میتر ایتا برف چه دیگر ماشین نمیشه فرزنداتون چه خیل مثلا با مکتب میروند؟ اکا ایما فرزندان قشلاق ده مکتب ایم 36 تا تیار کده
دیگه دیها دا دیگه ده تمام کردگی بودن اینجا اومدن بعد تیار کردگی بودن از حال احوال شما یگان کس خبردار هست یگان خبر میگیرن که مشکلات شما دارید میان خبر میگیرن میبینن میروانی چی کی نمیگن مثلا میبیند و میرود کی آخه نمیدونم شو میان میبینن میروان حالت هم میبینن و میروند میان میبینن میگن میشود سویت میان میبینن میروان چی گفتنی هست شما چی عقیده دارید چی خواهش دارید خواهش داریم که سوید ما بگذارونن سوید را روشنی شوه بعد اینی را همون لویا نمیشوه یا سنگا یکون چی بریزنش که مقصد بالنسه رفته بشوه برف بگیریم تا یکون جا ما رفته نمیتونیم ده همین لوی چر میمونیم باید گیجو روین شما ما بالنسه سیم رویم نمیتونیم رفته هر شخیر میرم میرم دیگه همه نه خیلی غلطی میریم یا حوز گیجو رفتی اومدی مگزین سینفی چندی نه مکتب نرفتی امروز چند سال شد که به سویتین شما 23 سال شد 23 سال شد که سویتن دیدگی نیستی تلویزور تلفن چه خیلی استفاده میبرین شما دیگه قایبا ده همون میبریم دیگه ده ها میبرین ضریت نمونه نه بعدا روزای خنک بوشه داری روح چه خیلی مثلا با مکتب میروی نمیریم نمیرین هیچ که هیچ تو نمیگن که جنگ میکنن دیگه چیکار میکنی یکی بیمار شد چه خیلی مثلا با گجو مراجعت میکنی اینجا وقتی جا مراجعت میکنی زلو هم میشنی همین راه دا غلطیده و خیسته میروی چی گفتنی هستی یکون چی گفتنی هستی برای آبادی همین دیها مشکل هستن طاقت کردن ممکن